ساکنان دهه میندانی جماعت یاری با جنوبدری از پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان جهت اعلام داشتن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی صرف نظر از نامساعدی آب و هوا تشبث نمودند که وضع تامین اهالی را با آب صافی نوشابه بهتر نمایند. با هم مقصد چند مدت است که گروه ساکنان با راهبری وکیل مجلس شهری اکرام‌الدین نرزیف از شهر خوجند به دهه قبورهای قطرشان 300 میلیمتر آوردند. حشرچیان را در این بابت حاجی شاه محمد فاتحه داد. همه به مراد مقصد برسانند کشایشی کار بخشی اخبالی بلند کرده فعلا. شتابی که ساکنان اینجا اصرار داشتند در این کار خیر و عمل ثواب مهاجرین مهنتی فرزندان همین دهه سهم گذاشتند. راستش که با کمک دستگیری مهاجران از دهه میندانی جماعت دیوتیاری و من دیگر مهاجران نیز نگریسته بار دیگر درک می‌نماید که آنها قهرمانند، وطندارند. لباس آنها از متاع آر و ننگ و ناموس دوخته شده و محض به همین باعث نه تنها عائله خود را از جهت مولوی دستگیری می‌نمایند بلکه صدا بلند می‌کنند که مشکل دیه مشکل آنهاست، عذاب مردم عذاب آنهاست. حمد و ثنا باد به شما فرزندان و برادران عزیز که بار زندگی با چه عذاب‌ها می‌کشید، با چه مشقت برید نان حلال پی مهنت حلال می‌یابید. اقدام گروه تشبثکاران بابت باب نوشابه بهتر تامین نمودن اهالی دهه میندانه بار اول نیست. اینجا در بسیار موارد با اقدام تشبثکاران گرد هم میآیند، حشر تشکیل میکنند و کوشش به خرج میدن که مشکل دهه با استفاده از امکانات‌های داخلی حل و فصل شود. رهبر حشر اکرام‌الدین نرزیف هنگام صحبت اظهار داشت که اهالی میندانه منبت هم از اصول بابای حشر عاقلانه استفاده برده در آبادی دهه و حل مشکل مردم سهم خواهند گذاشت.